چلوسه نفر زنان ریاست اندوز در ولایت سوغد در تالار ریاست اندوز جمع آمده روزی بزرگداری مادر را تجلیل نمودند. در آغاز چهاربینی سردار ریاست اندوز در ولایت سوغد عبدالقیوم واحدов سخنرانی کرده کلی زنان را مبارکباد نمود. افزود که امروز مقام زن در جامعه بلند گشته در ساحه اندوز نیز فعالیت آنها چشم رس می باشد. اعلام شدن روز مادر در کشور ما خود از آن شهادت می‌دهد که مقام و منزلت زن مادر در جامعه خیلی بزرگ است. از جانب اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه جلسه چهاربینی‌ها دایر به برداشتن موقع و نقش زنان و دختران در همه جبهه‌های زندگی پیوسته تاکید می‌گردد. امروزها برای با جای کاری تامین کردن کادرهای جوان در 3 ماه یک مرتبه از جانب کمیته اندوز آزمون اعلام کرده می شود. از جمله شاهده اکرمова از شهر استرافشان بوده طولی 3 سال می شود که فعالیت دارد. او از پیشه انتخاب کردهش افتخار می کند. در مدت کوتاه با دستاوردهای کلان نائل شده امروز از جانب ریاست اندوز قدردانی گردید. این روز زن مادر تبریک گفته و همه آنها در عائله‌شان خوشبختی، خرسندی تمنا دارم. با قرار حکومت کشور با مقصد تربیت نمودن کادرهای جوان سابقه‌دارانی که به نفقه رفته‌اند طبق شرطنامه امکانیت فعالیت داشته است در چهاربینی سابقه‌داران و نفرانی که به نفقه رفته‌اند دعوت شده از کار و پیکار آنها یادآوری کرده شد. آنها همچون نمونه عبرت به چهاربینی دعوت گشته همکسبان و بانوان ولایت را مبارکباد نمودند. اول ما در مقامات بهت کم بودیم، زنان بهت کم بودن، لیکن حالا همین قدر عمل شده است. روز به روز سپارش جناب عالی من در مقامات همه مقامات نه فقط انی مانده دیگر جهان دیان دیگر ساحه‌های مقامات دیان زنها مل شده استادیان. ما از این بهت خرسندم. از همین وقت استفاده برده ما همین مادران زنانای با اید هم ایدی بهاران هم ایدی مادران تبریک کرده همشان با تنیسیت خاطر جمعی واجگر اقبال آرزو میکنم. در پایان چهاربینی کادرهای جوانی که به کار جلب شده اند پیام مبارکبادی گفته برای امکانیت‌های موجوده میانه‌داری کردند. آنها تاکید داشتند که این توجه و غمخواری به آنها برای پیش بردن فعالیت قوت دوچند می‌دهد. همه مادران، خواهران و همه دخترانی تمام تاجیکستان را با این ایده فرخنده یعنی ایده زنان بانوان تبریک و تهنیت گفته به همه آنها برای کار همیشه صحت و سلامتی برای کار و همه کار و فعالیتشان موفقیت و آرزو میکنم. همه سالا در ریاست اندوز به صحنه‌های مهم از جمله به تجلیل روز مادران توجه خاص می‌دهند. زنان با لباس کاری با افتخار در قطار مردها فعالیت کرده به همه گونه توجه ارزنده میباشند. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نعیم ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.